در بین تمام کتاب‌های جادویی تاریخ یکی بیشتر از همه خوفناکه. کتابی که توی اون اسم واقعی شیاطین نوشته شده و دستور احضارشون. به افسانه‌های مرتبط با کتاب کلید سلیمان اشاره میشه. اینکه این کتاب چطور توی قرون وسطی توسط جادوگران، کاهنان یهودی و حتی دانشمندان کیمیاگر مطالعه میشد. داستان یه نسخه خاص از این کتاب مطرح میشه. نسخه‌ای که توی سال 1932 توی یه خونه متروکه توی بوهمیا پیدا شد. گفته میشه این نسخه کاملترین و خطرناکترین ترجمه بود. روایت از قول یک شخص ناشناس آغاز میشه که نسخه از این کتاب رو به دست آورده بود و قصد استفاده اون برای شوخی یا تجربه نبود، بلکه میخواست یکی از شیاطین اصلی رو واقعاً احضار کنه. این ویدیو بر اساس ترکیب اسناد واقعی، گفته‌های شاهدان و بازسازی وقایع ساخته شده. قهرمان داستان که اسمش فاش نمیشه، شروع به مطالعه کتاب میکنه. اون درباره دایره‌های محافظ، نمادهای ستاره‌ای، مهرهای جادویی و آیات عبری که باید روی زمین کشیده بشن آموزش میبینه. اون تصمیم میگیره که موجودی خاص رو احضار کنه. یکی از 72 شیطان معروف در فهرست گوتیا، مثلا آسمودیوس یا پایمون. اون نقشه دقیق اتاق احضار رو طراحی میکنه. شمع‌های خاص، دایره‌های جادویی، نماد مهر فرمان و ابزار لازم رو جمع میکنه که شامل خنجر نقره‌ای، پوست بز برای نوشتن اسمها، عودهای معطر و خاص و پوششی سیاه. در حین آماده سازی اون دچار توهم‌های دیداری و شنیداری میشه، ولی کار رو ادامه میده. همزمان با مطالعه متون لاتین و عبری خوابهایی میبینه که در اون سایه‌هایی بلند در کنار بسترش ظاهر میشه. گاهی صدای زمزمه‌هایی توی گوشش تکرار میشه. بیا دروازه رو باز کن. شب احضار فرا میرسه. اون اتاق رو با دقت آماده کرده و کتاب رو مقابلش قرار داده و آماده است تا برای اولین بار اسم یکی از شیاطین رو با صدای بلند تکرار کنه. اتاق تاریکه. تنها نور شمع‌ها می‌درخشه. مرد با حالتی خشک و مضطرب شروع به خوندن متن کتاب میکنه. دوربین به آرومی از بالا و پایین میاد و صداش همراه با ضرب آهنگ تپش قلب بالا میره. بعد از تکرار اسم موجود و
کشیدن مهر مخصوص یهو شمع‌ها شروع به لرزیدن میکنن. هوا سنگین میشه. مرد احساس میکنه چیزی گوشه اتاق ایستاده. چیزی که دیده نمیشه ولی حضورش حس میشه. موجودی به آرومی توی تاریکی شکل میگیره. سایه‌ای انسانی ولی با پاهایی مانند بز، چشمانی درخشان و صدایی که توی ذهن مرد میپیچه. اون چیزی نمیگه، فقط نگاه میکنه و مرد شروع به لرزیدن میکنه. شیطان به اون نزدیک میشه و جمله‌ای مبهم رو میگه. تو منو آوردی، حالا باید بهایی بدی. سقف اتاق شروع به لرزیدن میکنه. صدای جیغ بلند میشه ولی نه از دهان مرد، از گوشه تاریکی که موجود ایستاده. مرد سعی میکنه ذکر بازگردوندن رو بخونه اما زبونش قفل شده. کتاب به زمین میفته. دوربین میچرخه و لحظه‌ای قبل از خاموش شدن نور چهره‌ای کابوسگونه دیده میشه. گفته میشه که مرد از اون شب زنده بیرون اومد اما تغییر کرده بود. نزدیکانش میگن که اون دیگه خواب نمیدید بلکه توی بیداری هم سایه هایی میدید. رفتار مرد عجیب شد. گوشه‌گیر با ناآرومی مداوم. اتاقش رو هر شب تمیز میکرد. انگار از چیزی فرار میکرد. نسخه کتاب رو سوزوند اما بوی سوختگی هنوز توی خونه مونده بود. 1 هفته بعد صدای فریاد شبانه از خونش شنیده شد. همسایه‌ها گفتند انگار چند صدا با هم جیغ می‌زدن. پلیس اون رو نیمه هوشیار پیدا کرد، با چشمانی که هیچ چیز رو نمیدید. توی بیمارستان روانی بستری شد و مدام جمله‌ای رو تکرار میکرد. من گفتم بیا، ولی نمیدونستم که قراره بمونه. پروندهش هنوزم توی بایگانی بیمارستانی توی پراگ نگهداری میشه. این فقط یه داستان نبود، بلکه بازتابی از وسوسه‌ای که قرن‌هاست ذهن انسان رو درگیر کرده. وسوسه دونستن، کنترل کردن و عبور از مرزهایی که هرگز نباید لمس بشن. ما هنوز نمیدونیم که اون شب چه اتفاقی افتاد. آیا موجودی واقعاً ظاهر شد یا ذهن انسان توی تاریکی هیولای خودش رو ساخت؟ اما اون چه که قطعیه اینه که هر کی با این کتاب روبرو شده دیگه هرگز همون آدم قبلی نشده. شاید تو هم زمانی با این سوال
روبرو بشی. اگه کلید رو داشتی، در رو باز می‌کردی. اگه این داستان رو شنیدی و هنوز هم توی ذهنت زنده مونده، نشون میده که تاریکی واقعی تنها بیرون از ما نیست، بلکه درون ما خوابیده. اگه تجربه مشابه، خوابی عجیب یا باوری درباره این کتاب داری، توی کامنت ها بنویس. و اگه آماده‌ای که وارد اعماق بیشتری از رازها و طلسم‌ها بشی، ویدیوهای بعدی رو از دست نده.